رؤیای پرواز با طیاره دست ساخت خود را دارد. میگوید آرزو داشت به حیث یک جوان افغان در پیشرفت کشورش در عرصه تکنولوژی و ترانسپورت هوایی نقش بگیرد. داوود حسینی که حدود 24 ساله است در مدت 5 ماه از مواد و قطعات چوب، آلومینیوم و فایبر کلاس قادر به ساخت این طیاره شده است. علاقه و تلاش داشتم تا یک روز در پیشرفت افغانستان خودم سهم داشته باشم و اما بود که یک روز با یک دوست پیلوت خود در میدان هوایی دیدار کردیم و او هم بخشی از سیستم‌های طیاره را به من معرفی کرد و از امو بعد علاقه مند شدم که من یک دانه بسازم. این جوان بامیانی میگوید که تا هنوز هیچ نهاد حکومتی و یا فرد او را حمایت نکرده، بلکه حدود 300,000 افغانی را به حمایت مالی خانواده‌اش روی این طیاره هزینه کرده است. آقای حسینی میگوید طیاره دست ساختش اکنون قابلیت پرواز در ارتفاع 100 متر و طی کردن فاصله 100 کیلومتر را دارد و در صورت حمایت دولت طیاره‌های با ظرفیت سرنشینان بیشتر را خواهد ساخت. اگر امکان داشته باشه کمک کنه ما میتونیم به زودترین وقت همه رشته را رشد بدیم و طیاره های بیشتری بسازیم. اکنون که کار ساخت این طیاره بیش از 90% تکمیل شده است، داوود حسینی امیدوار است که این طیاره را به پرواز درآورد. او میگوید که پرواز این طیاره موفقانه انجام می شود چون هیچ مشکل تکنیکی در ساختمان و ماشین این طیاره وجود ندارد. خواستیم ما دولت همه که ما را حمایت کنه، باید اول حمایت جانی شود، دوم حمایت مالی شود. ما یک طبقه غریب مردم هستیم، زیاد توانایی نداریم. آقای حسینی تا صنف 8 مکتب در کشور پاکستان درس خوانده، اما پس از عودت به افغانستان به دلیل فقر اقتصادی نتوانسته است به تحصیلاتش ادامه دهد، اما به زبان انگلیسی تسلط کامل دارد. مقام‌های محلی بامیان با اعلام حمایت و استقبال از این جوان بامیانی میگویند که تلاش خواهند کرد تا زمینه ادامه تحصیل این جوان را فراهم کنند و در عین حال او را برای ساخت طیاره‌های کوچک دیگر همکاری خواهند کرد. ادامه تحصیل از اینا در یک از نهادهای رسمی تعلیم تکنیکی و مسلکی در داخل افغانستان و همچنان وسایل و امکانات را که اینا ضرورت داشته باشند، ما در نهادهای تعلیم تکنیکی که وسایل و امکانات را داریم که میتونه در ساختن قطعات را که اینا میخواد بسازه یا کمک بکنه و ما شاپای تکنیکی ما و شاپای که وسایل ابزار کار عملی در اونجا هست در اختیار داوود جان قرار خواهد داشت. داوود حسینی میگوید که علاقمندی خاص به این رشته دارد و اکنون قادر به ساخت طیاره‌های کوچکی که قابلیت چندین سرنشین را داشته باشد است. آقای حسینی آرزو دارد که با حمایت دولت افغانستان نخستین کمپانی طیاره‌سازی و خدمات ترانسپورت هوایی را در افغانستان ایجاد کند. ظفر بامیانی، تلویزیون آشنا صدای امریکا، بامیان.